بله، نتیجه این پیشبینی رسول صلی الله علیه و آله و سلم را امروز در زندگی 2 میلیارد مسلمانان جهان که توپ و تانک، قدرت‌های نظامی، تجهیزات جنگی پیشرفته هم دارند و دم از نظام و استقلال و آزادی هم میزنند، در نتیجه مظلومیت و شهادت بیرحمانه مسلمان‌های به خاک و خون تپیده و بی‌دفاع غزه می‌بینیم که اونجا نفس میکشند و زندگی دارند و هزاران مسلمان، پیر و جوان، طفل و کودک، مرد و زن به جلب دید ما که توسط رسانه ها به نمایش گذاشته می شود و هر کدام ما هر لحظه‌ای که موبایل را به دست میگیریم، صفحه اینترنت و فیسبوک را باز میکنیم، اولین فیلم و تصویر دلخراشی که برای ما به نمایش گذاشته می شود سلاخی شدن و به خاک و خون تپیدن مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و فلسطین هست. اما 2 میلیارد مسلمانان جهان با این کثرت نفوس و سیاهی لشکر از دور نظاره‌گرند و مثل منی بیچاره یک شعار درون خالی و احساساتی از راه دور سر میدهند، دیگر حرکت و غیرت ندارند. این پیشبینی رسول علیه السلام است. بله، ما همون خس و خار و خاشاک بی ارزش و به درد نخور مثل سیل و کف دریا هستیم که رسول علیه السلام فرموده بود و این نتیجه محبت دنیا هست. اگر مسلمان محبت دنیا را به دلش نپروراند و از مرگ و مردن مردانه در راه الله جل جلاله هراس نداشته باشد و این مردن در راه خدا و در مسیر دفاع از اسلام و مسلمان مظلوم را عزت و سربلندی و نجات خود بداند، این طور با ذلت و زبونی و سرفگندگی گوشها را به کریده میزنند. گوشها کر نیست، دلها مرده است، احساس و عاطفه ها مرده است، ایمان در وجود مسلمان مرده است. اما اون مردم مظلوم و بی‌دفاع که امروز از 2 میلیارد مسلمانان جهان ناامیدن، از سران کشورهای اسلامی قطعا ناامیدن، با مردانگی تمام، با دست خالی، با شکم گرسنه، با لب تشنه در میدان مبارزه در برابر صهیونیست غاصب اسرائیل و یهود وحشی اونها قرار میگیرن، مردانه جام شهادت را نوش جان میکنن و به این شهادت و قربانیشان افتخار هم میکنند و به خود میبالند و معجزه‌گونه فقط یک تعداد اندک از مسلمانهای مظلومی که زیر چتر انواع از تحریم قرار دارند استادگی و مقاومت دارند. اونها چون از مرگ نمیترسند، اونها به دنیا دلبستگی ندارند، شیفته دنیا نیستند، آخرتشان را به بهای دنیا نمیفروشند. اگر میخواستند دنیا را، دین را معامله میکردند، دروازهشان را برای اونها باز میکردند، میگفتند ما 4 روز زندگی آرام را خوش داریم و دوست داریم، این جنگ را به اصطلاح امروز مردم نمیخواهیم. بله، اونها محبت دنیا و ترس از مرگ ندارن. فقط 2 میلیون در برابر کل ملت های کفری که با هم دست شدن از زمین و هوا بر اونها حمله کردن قرار میگیرن، استادگی میکنن. اما 2 میلیارد مسلمان دیگر متاسفانه سرفگنده با ذلت نگاه میکنن. بله، یکی دیگر از فتنه های بسیار بزرگ، یکی دیگر از فتنه های ویرانگر و خطرناک به عنوان نشانه نزدیکی قیامت حب دنیا، محبت گناه، محبت لذتها و شهوات دنیا، محبت جاه و قدرت و منصب دنیا، محبت نام و شهرت و تظاهر و نمایش داشته های مادی و دنیوی و فراموش کردن مرگ و مردن و قرار گرفتن در دادگاه عدل الهی در میدان محشر هست. این فتنه چنان خطرناک است. اگر این بیماری حب دنیا و مادیات دنیا
و فتنه فراموشی مرگ و مردن و رفتن به سوی الله جل جلاله دامنگیر مسلمان شود، این فتنه و بیماری امت را ترسو می سازد، امت را بزدل می سازد، امت را در هوای لذتها و شهوات دنیا مست و مدهوش و غرق می سازد، امت را ذلیل می سازد، امت را زبون می سازد، مسلمان ها را شکست می دهد و هیبت و صلابت و عزت و اقتدار و سربلندی را از امت اسلامی می گیرد. رسول صلی الله علیه و آله و سلم این فتنه بزرگ را نیز 14 قرن پیش بینی نموده و برای ما پیام داده است. می فرماید یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها. نزدیک است شرایط روزگار بر امت من و بر شما مسلمان ها می آید که در اون شرایط روزگار چنان ملت های کفری، جهان غرب، دشمنان الله و رسول، دشمنان عزت و عفت امت اسلامی دست به دست همدیگر میدهند، در کنار هم قرار میگیرند، همسو و همصدا میشوند و بر شما هجوم میآورند، حمله میکنند و شما را مثل لقمه های چیده شده روی دسترخوان میبلعند و نابود میکنند. وقتی این پیام را رسول علیه السلام به اصحاب و یاران و شاگردان دانشگاه و مدرسه ایشان دادن، یک شاگرد رسول علیه السلام سوال میکند و من قلت نحن یومئذ، ای رسول علیه السلام وقتی چنین شرایطی می آید اینقدر مسلمان ها ضعیف می شوند، ذلیل می شوند و پامال می شوند و برده و غلام می شوند، کفار اونها را مثل لقمه های آماده شده می بلعند، آیا دلیلش کم بودن مسلمان ها هست؟ رسول علیه السلام می فرماد نه خیر، بل انتم کثیر، برعکس در اون شرایط روزگار تعداد شما خیلی زیاد است، کثرت نفوس دارید، سیاهی لشکر دارید، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لکن شما در نتیجه دو فتنه، در نتیجه دو بیماری که یکش حب دنیا و حب شهوات دنیا و دیگرش فراموش کردن مرگ و ترسیدن از مرگ است، شما مثل خس و خار و خاشاک بی ارزش روی دریا و سیل می شوید، به درد نخور، ترسو، زبون، جبون. متاسفانه نمی توانید از دینتان، از ارزش‌ها و مقدسات دینیتان و از ملت و مردم مظلوم مسلمان دفاع بکنید و از خود غیرت نشان بدهید. این ذلت و شکست در نتیجه فتنه محبت دنیا، محبت قدرت دنیا و شهوات و سرگرمی ها و لذت دنیا و فراموش کردن مرگ دامنگیر شما می شود.